این دختر 13 ساله میگوید که 2 شب پیش پدرش با استفاده از مواد نشاور نیمه های شب به بسترش آمد و به زور بر وی تجاوز کرد. نیم شب بود که آمد ما را گفت که بخوابید. ما خوابیدیم، دروازه را نداریم چون که خرمون را ببینیم 2 تن سیاه میشه. ما همونجا خواب کرده بودیم که آمده در جاگه در آمده. ایج من نفهمیدم که چه قسم آمده. همه خدا که کم که شور سر کم در پشتی سرم. بعد از دیگه در گلوری ما چاقرم ماند، ایج نفهمیده بودم، زوف کرده بودم. بعد از دروازه برآمدنش خیسم از جایم که از دروازه برآمد، باز خوارم بیدار کردم، برش گفتم آمد اخطار داد مرا. ما یک کار کرده باشم خودم در دار میذارم. خودم ما چطور مسلمان هستم، ما چطور انسان هستم. 2 بار، یک بار 3 ماه پیش، یک بار همین چند شب پیش دیگه. که در همین حال پزشکان در شفاخانه ولسوالی کیشم میپذیرند که بر این دختر تجاوز شده است. که پدر این دختر در بازداشت است و بازجویی ها از وی آغاز شده.